میگه دنیا حاصل پراتیکه. عنصری که داره منعکس میکنه همون عنصری است که داره تغییرش میده. میگه تو اینجا این باغات رو میبینی، قبلا کاخهای چیزای دیگه بود، صحرا رو تو میبینی قبلا باغات انگور رومی بوده، یه دو اومدن روش اینا رو ساختن رفتن. داره میگه جهان تغییر میکنه. پراتیک برای مارکس اساس واقعیت عینیه. مارکس براش تغییر پراتیک جزء خود عینیته. درش مارکس قبول نمیکنه که ذهن فقط منعکس میکنه، قبول نمیکنه اون عینیت رو ذهن منعکس میکنه، میگه تغییرش هم میده و عنصر پراتیک رو میاره قضیه. مثلا پراتیک برای مارکس پراتیک اشیا نیست، پراتیک انساناست. جامعه از همون اول و فعالیت بشری از همون اول تو جهان عینی مهرش رو زده. شما نمیتونید چیزی رو منعکس کنید که مهر بشر رو برش خودش نبینه. جهان عینی به قول تو فضا و کائنات هست، ولی مارکس میگه شما وقتی راجع به عینیت و حقیقت عینی حرف میزنی باید در نظر بگیری بخشی از این پدیده پراتیک انسانی و پراتیک اجتماعی. مارکس اجتماع رو چجوری تعریف میکنه؟ اجتماع اگه برید نگاه کنید از بحث اقتصاد به پروسه تولیدی بنا میکنه، روش تقسیم کار رو توضیح میده، از تقسیم کار به طبقات میرسه، از به مناسبات ملکی میرسه به طبقات. برای مارکس جامعه همیشه طبقاتی بوده. جامعه همیشه با متابولیسم اقتصادی و بر مبنای متابولیسم طبقاتیش تعریف میشه. طبقه بخشی از نگرش مارکس به جامعه است که برای جهان عینیه و طبقه بخشی از عنصر فعال مارکس که برای تغییر معنی داره. مارکس کاپیتالیسم وقتی تعریف میکنه اول همین سراغ این که این جامعه یه جوری شده که این طبقات رو وارد. شما کاپیتال رو بخونید بعد از حدود 50 60 صفحه میرسید به کارگر. ایدئولوژی آلمانی رو بخونید بعد از 20 صفحه میرسید به کارگر. تزای فورباخ رو میخونید بعد از چند صفحه میرسید به عنصر فعاله و بعد میرسید به کارگر. به خاطر اینکه کارگر تو جهان عینی معاصر مارکس، جهانی که مارکس قرار تغییرش بده، کارگر جزء لایتجزای اون عینیت و جزء لایتجزای تغییرش دیگه. کارگر برای مارکس یه سری آدم نیستن. کارگر برای مارکس قبل از هر چیز موقعیت ویژه‌ای است که انسان درش گیر کرده. کسی است که نه صاحب وسایل تولیدشه که بتونه به خودش کار کنه، نونشو از زمین در درسته، صاحب وسایل تولید نیست، نه به زمین وابسته، آزاده که بره بگرده ببینه کجا میتونه ازش کار بکشن، دستمزد میگیره و کار میکنه. کسی که نیرو کارشو مجبوره و آزاده بفروشه. قبل از کارگر رعیت اگه میومد شهر ارباب میفرستاد بیارنش، اجازه نداشت از زمین بره بیرون. شما اینطوری نبود که روستایی‌ها میتونن حالا استرام برن یه جا دیگه زندگی کنه. تو جزء ابعاد جمعی اون به اصطلاح خان فئودال یا اون استیتی هستی که توش هستی و همه آدما حسابشون چوب خطشون هست. کندن آدما از زمین و تبدیل کردنشون به آدمای بی زمینی و بدون حق بر زمینی که بتونن کار کنن اختراع سرمایه‌داری بوده. مارکس درش این جالبه، میگه یه سری آدم به وجود اومدن که وقتی میخواد موفق بشه نمیگه زمین میخوام، دیگه نمیاد بگه زمین میخوام، چون اون اگه میخواست موفق بشه زندگیشو بهبود بخشه آزاد بشه بعد میگفت من زمین میخوام، زمین بدی مال خودم باشه، کسی دیگه هم این کار آزاد نمیشه. ولی این آدم جدید، این عنصر جدید تو جامعه وقتی میخواد آزاد بشه بعد بگه نباید کسی شرایطی وجود داشته باشه درش که کسی درش وسایل تولید و جوری انحصار خودش در بشه دیگران مجبور شن برن برای اون کار کنن تا بتونن معاش. این وضعیت رو باید تغییر داد. برمیگرده به یه بازسازی رادیکال و ریشه‌ای جامعه. کارگر موقعیت اینیش ایجاب میکنه اگه بخواد رها بشه، اگه فقط نخواد روزش بتاشه، اگه بخواد رها بشه، رهایی کارگر که امر خودش هست ایجاب میکنه که اون مناسبات معین از بین بره، یعنی مالکیت بورژوایی لغو بشه. اینه برای مارکس جایگاه کارگر براش اون پدیده اجتماعی است که میتونه واقعیت عینی امروز دنیا رو در جهتی که مارکس فکر میکنه رهایی بشر رو داره رسالت به بال بیاره و رسالتش هم این میدونه که میکنه گریزی نداره از این که برای این مبارزه بکنه. تو جامعه‌ای که مارکس پیش بینی میکنه کارگر همون اول صحنه هست، نه به عنوان کارگر، به عنوان کسی که اون جامعه رو احتیاج داره. همین الان من جامعه رو گفتم که درش مالکیت خصوصی لغو شده و وسایل تولید اجتماعی مال همه است، مال کسایی که اونجا زندگی میکنن. آیا کسبه همچین آرمانی رو حمل میکنن با خودشون؟ آیا دهقانان همچین آرمانی رو حمل میکنن باشون با خودشون؟ آیا نجیب زاده ها و اشراف همچین کاری میکنن؟ آیا زنان فی نفسه برای رهاییشون به احتیاج دارن که مناسبات ملکی ور بیفته؟ فی نفسه میگم، نه به طور عملی ممکنه مجبور باشن این کارو بکنن. زنان برای برابر شدنشون با مردا احتیاج دارن که کار موزی لغو بشه. زنان احتیاج ندارن، ممکنه جامعه بهشون تحمیل کنه که این تنها راه عملیه.
فی نفس آیا برده برای اینکه آزاد بشه احتیاج داره کار مزدی هم لغو بشه؟ نه، برده آزاد بشه آزاد شد. این آدم به خصوص، این قشر به خصوص که مارکس میگه تولید مدرن همینطوری داره میلیونی تولیدش میکنه، آزادیش با آزادی جامعه به طور کلی گره میخوره. نه اینکه خود کارگر انقدر آزاداندیشه که فکر میکنه من آزاد بشم این بقیه آزاد نشن بذار منم آزاد کنم. مارکسیسم این نیست. مارکسیسم میگه بابا چاره نداره، اگه بزنه کافیه بزنه زیر مزدگیری خودش تا زده باشه زیر همه جور استثمار و هر اخلاقی، مسواک بکنه نکنه، سر میز بلد باشه چجوری غذا بخوره بلد نباشه، زبان خارجی حرف بزنه حرف نزنه. این آدم اگه بخواد آزاد بشه مجبور همه رو با هم آزاد کنه، در نتیجه خود به خود جنبشش میفته جلو جنبش جامعه. و عملا هم میبینیم که اینطور شده. عملا هم میبینیم که جنبش کارگری تو هر کشور در طول کل قرن تداعی میشه برای همه اقشار با بهبود اوضاع به نفع اقشار فرودست و کسایی که زوری بهشون گفته شد. انقدر این قضیه جدیه و انقدر این موقعیت عینی کارگر گریز ناپذیره که اتحادیه کارگری هم نمیتونه دست راستی از آب در بیاد. راستترین اتحادیه کارگری چپ مرکز میفته تو جامعه بورژوایی. حتی اگه مارگارت تچر تشکیلش بده 3 روز بعد که میره سراغش مجبور به زنها پیام همبستگی بده یا از پایان کشور بدبخت دفاع کنه. به خاطر موقعیت عینی کارگر نمیتونه فکر کنه که منی که کار میکنم باید برابر بشم، بعد هزار یه جور ظلم اگه این رابطه به جا بمونه باقی اینا باش میمونه. شما میتونید مزد بگیری داشته باشید بعد کار خانگی نداشته باشید به معنی که به کار بیمزد بخشی از جامعه باشید. شما نمیتونید مزد بگیری داشته باشید، مزد بگیری که یه نفر 30 سال کار میکنه بدون اینکه برای خودش ستونی از بقا ایجاد کرده باشه، هر روز بداریم کار، هر روز کار میکنی برای اینکه بتونی روز بعد بری کار کنی، اون روز گذرونده باشی. نمیتونه جامعه اینطوری باشه و فرض کنید تعلیم و تربیت برنامه آزاداندیشی باشه و دیسیپلین و خفه کردن بچه و فلان جزء تعلیم و تربیت نباشه. شما جامعه رو داری تربیت میکنی برای همچین وضعیتی که تمکین. نمیتونی جامعه کار موزی داشته باشه، ارتش نداشته باشه، یا زندان نداشته باشه و دادگاه نداشته باشه. نمیتونه جامعه کار موزی داشته باشه و راسیسم نداشته باشه. برای که اجزایی است که این کار موزی رو برقرار نگه می‌داره. در نتیجه کارگر مقدرات مبارزش جوش خورده به چیزا. برای مارکس، حالا من اینجا خیلی خلاصه ازش گذشتم چون نوشته‌هاش هست و میاد. برای مارکس تو سطح فلسفی کارگر وارد بحث تئوریک میشه. اینطوری نیست که مارکس یکی از همون حکیم باشیای آزادیخواهی که میخواد جامعه رو شفا بده میگرده ببینه کدوم این طبقات اقشار به درد این به اصطلاح تحول میخورن به اون بگه شما خواهش کنم به تو صحنه. مارکس اول آزادیخواه نبوده بعد کارگر رو پیدا کنه. مارکس مواجه شده با اینکه عنصر آزادیخواهی تو این جامعه میتونه کارگر بشه. مارکس کارگر رو پیدا نکرده. کارگر به عنوان تو تئوری مارکس تنها علاج آزادی ظاهر میشه. و این فرق داره بنابراین با کسایی که از موضع به اصطلاح سوسیالیسم دلسوز به حال اهالی، سوسیالیسم مستضعف پناه، یا از موضع طبقه فرودست پناهی سوسیالیسم رو تبلیغ میکنن. برای مارکسیسم کارگر اگه میلیاردر هم باشه که اون سوسیالیسم ممکنه کارگرها فاسد شدن، یخچال دارن، تلویزیون دارن، غروبام رو اسب شرط‌بندی میکنن. برای مارکسیسم مهم نیست کارگر 5 تا یخچال داشته 3 تا ماشین داشته باشه غروبام رو اسب شرط‌بندی کنه. بالاخره اگه این آدم بخواد آزاد بشه و جنبش برای آزادیشو داره نشون میده، همه جا میگه مانیفست نمی‌فروشن، با همه اون یخچال تلویزیونش باید کار مزدی از بره. دست میگه سوسیالیسم مستضعف پناه به مستضعف احتیاج داره. مارکسیسم کارگر احتیاج نداره که کارگر بمونه براش، ولی اون باید انقدر احتیاج داره که حتی حکومت بعدیش میگه آزادی برای خلق و سرکوب برای ضد خلق. اگه تو آدم آزاد کردی خب بذار حالا بشریت حرفشو بزنه دیگه. حتی تو جامعه بعدیش کارگر باید باشه، وگرنه ایشون انقلابی نیست. اگه تو جامعه بعدیش یه با دستای پینه بسته که از دوره قبل به جا مونده به عنوان کارگر لوگوشو نگیرن، ایشون نمیتونه بهتون نشون بده که سوسیالیست بوده. چون تو جامعه من قراره همه اموال و خوشبختی‌ها رو بده حالا به اینا و یه عده رو به انتقام چیز کنه. همه عقاید مذهبی است که میگم تو رگ و ریشه بشر هست و تو سوسیالیسم خودشو تحمیل کرده. کمونیسم برای مارکس هیچ رگه مذهبی نداره. کارگر جاش اینجاست. بذارید بگم کارگر جاش چی نیست. ما اینو تو اون بحث قبلی نگفتم. بذارید بگم کارگر چی نیست تو مارکس. کارگر تو مارکسیسم تقدیس نمیشه. تو این مباحثات که اواخر صورت گرفت به خاطر اون جدایی چند یه سال پیش
چیزای جالبی نوشته شد. یکی نوشته بود این بحث‌های کمونیست کار خود طرف از مثلا تکریم و تمجید کنندگان قدیمی بحث‌های کمونیست کارگری که نامه‌هاش از تهران من دارم. یکی بحث‌های کمونیست کارگری برای ما کارگر، خودش هم کارگر نیست، تو کارگرها مثلا برای کارگرها که چیز تازه درنشون خودشون میدونن به اعتبار کارگر بودنشون، این برای روشنفکرها خوب. کارگر کسی است که از پیش میدونه مارکس چی گفته، میدونه اشکال خروشچف چیه، میدونه تئوری سوسیالیسم علمی چیه، میدونه فورباخ چیه، چون کارگره میدونه یه جور تقدس کارگره که گویا کارگر برای اون موقع احتیاجی به هیچی نداره چون کارگری تو میدونی. یا یکی دیگه از این اواخر یک کتاب دوست دیگه قدیمی دیگه اون نوشته، گفته که داستایوفسکی میگوید هر کس خدا نداشته باشه لنگر اخلاقی نداره. اگه خدا آدم احتیاجی نیست از داستایوفسکی نقل کنه، چون همه طلبه‌های حوزه فیضیه یا همه بچه‌های انجمن اسلامی آدم میگن، همه مذهبی‌ها میگن که اگه تو خدا نداری اخلاق نداری. اون داستایوفسکی میگه که بگه داستایوفسکی رو خوند. ولی من میگم کارگر این چنین است. اگه کسی کارگر نداشته باشه اخلاق نداره. من اگه کارگر کارخونه زمزم باشم یا خودروسازی یا هر چی، ببینم یکی اومده تو کانتین ولی پول خوردم هم رو میز باشه، یکی اومده میگه تو همه چی رو میدونی، احتیاجی به هیچ چی نداری و من جای خدا رو برام تو گرفت، من اول دستم بزنم رو پولام و کلیدم و مواظب میشم که این بعدش چجوری میخواد جیو من بزن، چون این شارلاتانیسم سیاسیه. چه ربطی به مارکسیسم داره؟ کارگر احتیاجی نداره چی بدونه، انقدرم درسته کافیه بگی کارگر تا ذوب بشه مبارزه. دلها نیست که الان تو جامعه دارن به همون کارگری که تو میگی حقوق نمیدن، مگه زورش به جایی نمیرسه. 6 ماه اون کارگری که تو میگی حقوق نگرفته، مثلا تو دنیای کوچیک اون به خدا تبدیل شد، به علم تبدیل شده، به آخرین محک اخلاق تبدیل شده. گفتم من کارگر باشم یکی اینجوری حرفا رو بهم بزنه، واقعا میگم این یکی از این پدرسوختهایی است که قراره جمله بعدیش رو باید بشنم. و معمولا یه ماویسته که میدونه با آدم میگه، معمولا یه ماویست صادقه که میاد اون تمام عشقش رو به خلق و دهقانان فقیر میذاره روی سفره. تو چین هم دهقان فقیر میرفت میگفت به نقاشه، میگفت خیلی بد نقاشی کردی. تو نقاشی بلدی مگه؟ من فیلمش رو دیدم که دهقانان فقیر رو میبردن که نقاشا رو مورد انتخاب قرار بدن تو انقلاب فرنگی. این اونجور مستضعف فناییه، دروغه. برای اینکه اگه تو کارگر واقعی باشی، جنبش کارگر خودش این تصور رو نداره از خودش که همه چی میدونه، دست مارکسیست رو گرفته برده کارخونه، میگه کار ندارم بچه کجایی، بی برو اینجا این حرفا جالبه واسه بچه کارخونه ما بزن. نه فقط معتقد نیست خودش از پیش همه چی رو میدونه، دنبال جواب محدودیت‌های سیاسیش میگرده، دنبال میگه چه نمیتونه تاریخ سازمان بدم، جواب این بچه‌ها خوندن چی بدم. و یه مکتبی هست که کارگرگرایی رو تبدیل کرده به تملق‌گویی به طبقه کارگر و تبدیل کردن کارگر به صنف. کارگر صنف نیست، کارگر ملت نیست، کارگر نژاد نیست که تو تقدسش رو بکنی و مقدسش بکنی و تملقش رو بگی. کارگر یک قشر وضعی اجتماع به رسالت تاریخی بر مبنای موقعیت اقتصادیش. و به نظر من تلقی صنفی از کارگر، کسی که میگم بیانیه آزادی بشر رو میده و میگه فقط کارگر امضا بکنن، کسی که این کارو میکنه به نظر من نمیتونه بورژوا نباشه. مهم نیست خودش دقیقاً تو دیدگاه مهم نیست خودش قبلا کجا کار، هر کسی بالاخره چه کار میکنه دیگه. به خصوص الان تو این جامعه دیگه همه دارن اینجوری کار میکنن. این که 25 سال پیش شما توی کارخونه تو ایران کار کردیم مبنای این میشه که نوشته‌ای که یه روشنفکر نوشته رو که خودش هم نمیذاره امضا کنه، کی امضا بکنه؟ یا کی حق داره تو این جلسه؟ کارگر اینا دست پینه وسط نه. اینا اتهاماتی است که به کمونیسم زده شده و دقیقاً همیناست. فراموش کردن اون جمله دومی که گفتم براتون، مبنای کمونیسم کارگریه. کارگر نمیتونه آزاد بشه مگر اینکه همه رو آزاد بکنه. مبنای کارگر بشریته، مبنای انقلاب کارگری آزادی بشریته و مبنای مارکسیسم آزادی بشریته. وقتی کارگر انقلاب میکنه دقیقاً داره همین پدیده رو تغییر میده که یه عده کارگرن، یه عده نیستن، یه عده مجبورن کار کنن، یه عده مجبور نیستن کار کنن. داره اینو عوض میکنه و درست عوض کردنش قرار یادم بندازی که آقا 5 سال از انقلاب گذشته و شما قبلا مثلا دستات پینه بسته نیست و اجازه شرکت تو انتخابات نداری. این دیدگاهی که ما داریم از قدیم این حرفا به کتش نمیرفته، ما از قدیم اینا رو میگیم که این حرفا کردن. میخوام بگم این نمایندگی عقب موندگی کارگری به نظر من پیشرفت بورژوازی رو نشون میده.
فکر نکنید دیدگاه عقب مونده پرولتاری داریم. هر دیدگاه عقب مونده پرولتاری نماینده یه دیدگاه پیشرو بورژوایی. کسی که میخواد کارگر رو صنف بکنه به نظر کسی که نمیخواد طبقه باشه. اگه کارگر برای صنف باشه چقدر راحت میشه بورژوازی اصلا تا ابد به کار خودش ادامه بده، چون کارگر صنف فوقش یه دونه سندیکا درست میکنه دیگه. اگه تو میخواد کارگر بین خودش با اون نیروی عظیم بشریت منتظر آزادی که دنبال یکی میگرده زورش برسه به بورژوازی تا ازش خلاص بشه فاصله بندازی، تویی که میخوای دیگر چین رو بکشی تو مبارزه کارگر در جامعه، به نظر من بدترین بورژوا است. یکی از همین است که مارکس از ما خیلی بددهن‌تره. یه چیزایی تو این کتابا به این اقشار این بخشا میگه که ما جرئت نمی‌کنیم الان به کسی بگیم، ولی به نظر من دیدگاه صنفی از کارگر و تبدیل کردن کارگر به یه ملت به خون، به یه گروه، به کسانی که گروه خون معینی دارن، هیچ خانایی با مارکسیسم نداره. مارکسیسم یه پرولتار صنعتی. مارکسیسم صحبت این نیست که اگه به جای متشکر بگی دمت گرم یه قدم نزدیکتر شدی به پرولتاریا. مارکسیسم این حرفا نمیزنه، اصلا میگه چه کارگرایی که نشستن مانیفست میخونن، کارگرایی که دارن پیشروترین آوانگاردترین مجلات آلمان و کارگران میخوندن دوره اینا. اگه تو می‌خواستی یه نشریه آوانگارد پیشرو فوق‌العاده مدرن فکری در بیاری، امید این بود که محافل کارگری آلمان شروع میکنه خوندن. تصویر مارکس از کارگر اینه، دسته که این جناح یا این بخشی که هست، این بخش اصلا خیلی ضعیفه، منتها خاصیت من میگم کمونیسم کارگری باید مواظب باشه، بلکه یه قدم اونورتر تو بحث استراتژی، تو بحث انقلاب، تو بحث سازماندهی مبارزه طبقاتی، تو بحث وظایف حزب کارگری، تو بحث وظایف انقلاب سوسیالیستی، همه اینا دوباره میاد تو. همه اینا میاد تو و هر کدومش برای یه شکست اجتماعی کارگر کافیه. کارگری که حاضر نیست پرچم رهایی زن رو دست بگیره، کارگری که حاضر نیست پرچم دفاع از حقوق کودک یا لغو موجودات اعدام در بنده کافی براش کارگری نیست. بعد نگاه میکنی میبینی که مطالبات که تای مانیفست مطرح میکنن چیه و من نگاه میکنم ببینیم مارکسیسم خواستار چه جور مبارزه طبقاتی هست. ما واقعا لنینینا چه کار کردن وقتی سر کار اومدن تمام ادعای ارضی روسیه تزاری رو به کشورهای مجاورشون لغو اعلام کردن. میتونستم لغو اعلام نکنم برای بگیرن تا دور آخرشون بعد که زورشون رسید. لغو اعلام کرده بشریت معینی رو تحت ستم تو فلانجا می‌خواسته راه بشه. اینا رو بعدا تو تمام ادامه این بحث بهش میرسیم. وقتمون تمام شد. من خیلی سریع از این تیکه بحث اومدم تو جلسه بعد شاید برگردیم سر اینا. بعد صحبتمو خیلی فشرده خلاصه بگم. کمونیسم کارگری یه تفاوت اجتماعی داره با کمونیسم غیر کارگری و اون اینکه این جنبش اجتماعی طبقه است. و یک تفاوت نظری داره با کمونیسم دیگه، با اینکه که کمونیسمش برای رهایی بشه و این کارگریش میکنه. تنها دیدگاهی که خانایی داره با انقلاب کارگری با انقلابگری اون جنبش مارکسیسمیه که خواهان آزادی کل بشریت و از بین رفتن همه جور استثمار. در نتیجه دو سه جور کمونیسم دور و بر ما پرت میشه. کسایی که آرمانهای دست دوم مرحله‌ای و بینابینی برای انقلابات کارگری قائل میشن، کسایی که جنبش کارگری مرکز ثقل اعتراض اجتماعیشون نیست، برای مثلا جنبش‌های رنگین کمانی قرار باشه مبنای سوسیالیسمشون، کسایی که برای مثلا دهان یا روشنفکر شهری مبنای کمونیسم، اینا همه کسایی که ما از کمونیسم کارگری ما فاصله دارن. ولی همین تفاوتی که ما می‌ذاریم تفاوت مکتبی دینی نیست. تو اینطوری هستی پس کمونیسم کارگری نیستی. چیزی که من دارم میگم اینه، این خط مشی معین، این روایت معین از کمونیسم فرق خودش رو با دور و بر خودش داره اینجوری تعریف میکنه، نه اینکه دین خودش رو داره اینجوری تعریف میکنه. میگه اگه چپ نوع اروپا رو من نمیپسندم برای اینکه پایه سوای جنبه عقیدتیش اینه که جنبش دانشجویی معترضه، توی جنبش روشنفکری دانشجویی معترضه که بعضا میخواد از بلوک شرق فاصله بگیره که بتونه تو روغنهای دموکراتیک پارلمانی غرب جایی برای چپ پیدا کنه. من چرا بس ما هم خط نیستیم هم جنبش نیستیم. جنبش کمونیستی تو چین برای تبدیل شدن چین به یک کشور مستقل بیرون اومدن از زیر استعمار، زنده باد خواست خیلی خوبیه، برای بهبود وضع میلیون ها مردم زنده باد خواست خوبیه، ولی برای رهایی بشری از هر نوع شکل استثمار نیست. خیلی عقب مونده‌تر از این است. جنبش ما نیست. واضحه که جنوب امپریالیسم ازش دفاع میکنم ولی جنبش اجتماعی ما نیست. جنبش اینا رو من دیگه نرسیدم برم سرش، جلسه بعد میرم سرش. چپ ایرانی که ما ازش بیرون اومدیم جا داره که مشخصاتشو بخونیم. ببینیم دقیقاً این کمونیسم دنبال چی بود تو ایران،
جنبش چه طبقاتی بود؟ چیکار میخواستن تو ایران بکنن؟